تو فکر میکنی که من اعمال سند سلوت دارم؟ خدا با پای خیر ما کده بوده که مو سیاسر بیچاره کامرمن به موج فیلم برداری میکرده. حد نشون میده که دست خودی که به تاکیب زن گلوبند ورد اشتراک خو بگرفتی بره. تو خیال میکنی من نمیفهمم؟ صبر کن ما خودت تو عاد رسمی گپ میزنم نشد بگیرم. آره خوبه که بچه‌م میگه شیشتیه. آره لیرولا. چکار؟ بابا لیرولا. چه کار مایه باشه؟ چه کار مایه باشه؟ مادر تو شرم نکرد که همه جا براب دست و بتا ساگ زن مکد گلوبند وردیش. آسته گپ زنی. ایشته آسته گپ زنو. چی خبره مادر من چه کار شرم نکرده؟ خب شرم نکرده. باز اینا دختر کاکای هم کاش که بیگونه می بودم. کسی میره بعد کسی میجوند که بیگونه می بود. که به خونی هم دگر رفته چی جونده؟ گلوبند زن مجونده. چی جونده؟ کی؟ مادر تو. کی؟ روزی که به عروسی بودین کی بودین به عروسی؟ با تو هم یاد تو برا و پار راستی که بچه با هم گپا یاد شما میره. پره رو عروسی چاستا میگو. زن و مادر ما برا و سلام اومدین اومد. فیلم ما برفتم چک کردم میت عادل نشون میده که مادر تو ور میخواد تا چوکی میای تاکیف دست خودی میکنه گلوبند ور میده راهو میگیره میره. فیلم چی؟ فیلم چی؟ فیلمی که به داخل اون محفل عروسی هم خانم فیلم برداری کرده بود. عادل نشون میده که مادر تو بیا مادر دست خود تاکیف کرده. آسته تر گپ زنیم بیگونه نی. زن کوکو منه. اگه خود شما فامیل خوره کنیم به سرام و سه کنیم راسته یا دروغه. چی تکوی چو صدا خوبم سر خوب کشیدی؟ من به تو دروغ میگو. کامره به تو دروغ میگه. فیلم به تو دروغ میگه. دروغ نمیگه بیخی راست میگه. چه آره چرا شما خیق میکشی؟ خیق عظیم میکشم که یعنی مادر تو چری کاره میکن؟ چری رقم میکن؟ میره از یک دفعه دیگه ورنه چرا از مروردیش ما آدم بدبختی. هرچی به شما میگو آسته تر گپ زنیم هزی بریم جلسی خوب. اگه جلسه میگیریم چه هر دی بگیریم دیگه شما میگیریم. حالا پیار تو کجایه؟ ما خودی تو فایده نداره گپ زنم. پیامه و سرایه. ما برم خودی پیار تو گپ زنم. پیش تو فایده نداره چی بشینم بی فایده. کمی آروم تر گپ زنی. تو آدم بی عقلی بودم اکسر خیق میکشه. برو با یار بگو یاری تو آمد لیلی 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 جان لیلی لیلی گل نرگس خریدار ماما جبار اشتن باید زن شما گلوبند نجونده زن میلیلا چوب میشکاش گله کبری تو چی میگو خوب کار نکو کمی خشت دارم با فرق تو بزن خونه تو بره. چرا خود دیشب اختلاط میکنن که تا کامره فیلم برداری زنکا دیدم. یک بار دیگه اگه به تا منطقه به تا ازیدی خوب گفتی که زن جبار دوزی کرده خوب دلجان باش کمی 33 دندون تر خوب میده میکنم میرزم بروی زمین. از من 33 دندون نیه 26 نیمیه هر چه مایه باشه برسیدی به تو چی گفتم یعنی؟ خب نه ما نمیگم به خونه ما میت اختلاط کردن گفتن که چیده گفتم برای تمام کامره فیلم برداری دو ماه سی کردم انا بیامده زن جبار بیامده میتم مقبول مادر گیپک برفته دست خود به تک هموز کیف کرده گلوبنده وردشته تساخو کرده بجسته بیرشته برفته ایبا با خدا بد کردم اما یک دفعه بگو نه همین ببینی با فرقتون بزنم اونا بگفتم تو با تعدیل نگو بفهمیدی؟ بله بفهمیدی خونا تر میرزم گیله خونا تر میریزم جا موندی نه؟ جا موندی؟ به گوش خود فرو باش به تعدی اگر گپ از زبون تو شنیدم از اسم زن جبار گوش پوست رو قلم میکنم گیلا ها نجونده زن جبار نجونده گلوبندار نجونده همه لکه نجونده تو چی خبر داری که نجونده؟ تمام مردم هم به چشم خود دیدن که بجونده تو میگی نجونده؟ نه نجونده نه نمیگو تا کامره بده نجونده نه تو چی خبر داره؟ نه تو عقل میکشه به کامره به فیلم عقل میکشه نه نجونده گیلا البته به مادر تو پولمول یا به تو پولمولی جبار داده که تو ما چی نگی نه نمیگفت تا کامره بدیدم که زن جبار
اتا کیف نجونده. تو سرقی چی میگی؟ تمام همین قمسای همه خبر داره که زن جبار دست و تکلیف دیره که با تو میگی نه جونده. نجون گیلا یک چیز اسو پرسون میکنم. با تو یک بیستی نمازدگر بیا یک بدم سرمو به تو میدم. امی چرا میگی نه جونده؟ دلیل تو با ما بگو که چی گپه؟ امی خشپاچه مال جبار بردشتک به تسرمه. ماست به تسرمه بزنه بود دید که سرمه جهت تاثیر نداره که بزنه به تسرمه. گفته چیز ماما میته غلف شدم. انا نانه گفته که دیشب اختلاط کرده. گفته زن جبار دست خود به تکیف کرده گلوبند وردشته. برفتیم به سرا عروس دوماد نشون میداده کامره. تو به می تنی خو از یک پوری خشتی بترسیدی. کار با میگی نه جونده. ضرورت داره. این تنی تو دیگه چی به درد میخوره؟ دستی جبار ندیدی؟ همه تا برا من سرقی شدم برا. کدی طرف؟ بچم نفهمیده زمین شخص تره. برون خیریاته راستی شروع شخصی خیریاته از خیریات تیره برو ابرو ما شما پاک ببردیم به تعمیدی سر ندارن که ما با پیش می حق همسایه و قوم خیش بالا کنه زن تو مدام همی بیعقلی ها خورداره همی پوس دوزی ها خور مدام داره چه ریت کارا میکنیم برار چرا تو زن خور نمیفهمینی اصلا به نظر من کم خود تو رو میته فرجه میدی که می کارار بکنه نه کجا بار ما و شما ابرو داریم حیثیت داریم شخصیت داریم به تعمید قوم خیش حالی چه کار شده آدم که کشته نشده دیگه آدم کشته نشده به پیش توی گپ معمولیه زن تو برفته به عروسی دست خوب تاکیف زن رو لاک کرده وردش گلی بنده ببرده تمام امید همه امید تو غل میزنه که زن جبار دوزی کرده با تو میگی چه کار شده آدم کشته شده تو که برار منی غمی نداره اتفاقی بوده بفتاده بیعقلی کرده من مینه که میرون به سرال ور میدارم گلی بنده ور میدارم میبرم به دست زن دیگه اگه تو میبردی از امروز اول که زن تو بیاردی به تو نشون داد و میزیدی به تک گوشی و میگفتی تا نون به خونه من نیاری تا چیزا به خونه من نیار اصلا تو رو میته تربیه کردی یعنی تو میته گپ میزنی که فقط میگی من دوز می کشورم ولی اگه اتفاقی بوده بفتاده چشمانه میرم مالو روبرو میکنم که برات کار خودگه اگه دیگه کس تور نمیشناسه مکو برارتون مکو تور میشناسم نیازی نیه که بمیدی اگه سند و ثبوتی از انتو نمیگرفتم که فیلم وردار فیلم نمیگرفت کن معلوم نمیشد که دست خود که با تکیف کرده گلو بنده ودش کویت به دول این قسم میخوردی که ما زن می کار نکرده حالا که از تو سند و ثبوت دارن حال با میگی میرم میدم حالی لکو سرصدا نکو اغزار جغداد نکو کمیان قاقم سایه بشنوان دیگه عجیب بیشتر دیگه مگر مردا قبرستون بشنوه تمام دادیو برتر کو بشنید و بفهمید آنمین کول میرم به سرو ور میدارم میبرم به دست زنه لکو دیگه رات گپه با زن خوب گل بنده بده به دست زن بده ابرو مار ازی بیشتر نبر جبار اگه ابرو مار تو ازی بیشتر میبری که اصلا دیگه به نوم جبار ما برار ندارم خلاص شد گپا خلاص شد خلاص دیگه مردم چه کار کنن که تا 20 سال دیگه به من تنه بدن که زن برار تو دوست مردم برداشت منفی نکنم بعد من پرتای بوده او وردشته به تکیف خو کرده یا مثلا به دست به چی خوردی بوده استونده دیگه اصلا کار تونی توی کارار میکنی که زن تو بره ایت به یاد تو باشه خوب دیگه خیرات عمومی نباشه دیگه تو زن تو کسی نمیگه شاید به خاطر شما مر کسی نگه بفهمیدی افسوس میخورم که من ایت براره دارم و بعد از یک سال ما گفتیم یک گله به چنگم و گفته که میبرم میدم سر صدا نکو اغزا چه خوشحالی نورالله خوبی؟ شکر سلامتی؟ شکر چی خبره؟ قرار قراری منتهای کار خوبیت نداره سه کجا بار هنوز ما سر صدای داخل می مردم نکردم اما خاپ چوب اما مالک مر پس بیار نورالله تو خود تو خبر داری که ما آدم دوز نیم خانوم دوز نیه داخل تالار به چه خورد گلوبند خانوم تو را تکیفی وردشتی بودم همین خانوم بستونده از اینا گفته باشه که تو همین صاحب از پیداشه که بودم به دست دیو ولی کم ما که دوز نیم که کجا گلوبند توری به خونه گدشتیه حالا میرم ور میدارم به دست تو و سلام خلاص دیگه هر رقمی که جبار تو فکر میکنی میت درست اگه با چا خورد وردشته بدم هر رقم شده بده درسته ولی حالا کم همور که وردشتیم بیاریم پس بیاریم برای ما تسلیم کنیم من ادعای به سر شما ندارم شما به دولت کاش نمیکنم پیش ارباب شما رو نمیبرم سر صدایم ندارم سکو
کسی ادعای و سر کسی داره که مثلا مال خود به دستی ببینه بعد اون میتونه، ولی مال تو به داخل تالار پرتای بوده خانم بدیده بیده استونده. خیر بینه. حالا که هم مشکل نداره دیگه سرصدای نما یک جغداد ما و شما همسایه. عبدالجبار همی است که ما و شما قومی زن تو دختر کاکا زن منه به تا تالار نفت داده بوده، فعل و مد نشون میده که زن تو میاد دست خود به تا کیف میکنه گلوبند ور میداره. این گپ ممکن نداره که به تا تالار افتاده باشه یک بچه وردشه، با بچه که وردشه باشه چرا به دست زن تو بده؟ حالا براد از این گپا نگرد، کاری بوده بشده، ولی همولی هم به سرم تو ثابت کرده نمیتونی. دوربین درست اگر مثلا ایران میتونه ما گفته که ازم به چی خوردی شاید بستونده باشه ماستا ببره به داخل کیف خانم تو بگذاره. اصلا هم این گپا نمیگردیم براد از این گپا. مشکل نداره میرم سینی رزالی همی گلوبند ترور میدارم میارم میدم برای تو دیگه چی جنجال داری خودی سکولالا جبار من جنجال ندارم، تو آدم جنجال داری. همینجا بسته کاک من میرم اسرار میدارم میارم میدم برای تو. خیر بینی. آیرم برای تو بگم که خلاصه شیرینی داره. همینجا بسته استادم ابراهامی اعمال مربوط جونیم من به شما شیرینی بودم.